شما با مسئولیت بلند و با افتخار از آبادی و آسودگی وطن عزیز امروز سوگند یاد کردید و این مسئولیت بزرگ یعنی حمایه ما در وطن را بر دوش گرفتید. من فکر میکنم که برای حمایه وطن، برای بر دوش گرفتن این مسئولیت نه هر جوانمرد لایق است، نه هر جوانمرد میتواند این ناموس ملی را سر شانه های خود بگیرد، زیرا که تنها اون جوانمرد میتواند که در خود غرور ملی دارد، در روحیه وطنداری و افتخار از دولت و ملت خویش تربیت یافته است. ما باید جوانان هرچی بیشتر و بهتر زیرکی را از دست ندهیم، باید هرچی بیشتر و بهتر پی خدمت در راه وطن باشیم، هرچی بیشتر و بهتر صداقت و صمیمیت خود را برای ملت نشان بدهیم، زیرا که این وحدت و همدلی و همبستگی و استقلال ملی ما به آسانی به دست نآمده است. در پی این چندین هزار نفران جان خود را از دست دادند برای حمایه منفعت های ملی ما. وقتی که یک نفر مثلا به کشور ما وارد می شود، ببینید که امروز سازمان های بین المللی کشور ما را در عرصه بین المللی در 10 گانه امن‌ترین کشورهای روی دنیا قرار دادند و این از انمون خدمت صادقانه و صافدلانه شما افسران و سربازان قواهای مسلح است که امروز وطن ما همچون یک مملکت آباد و آسوده در عرصه بین المللی در 10 گانه بهترین موقع خود را پیدا کرد.